سلام بچه ها، به چنل من خوش اومدین. بعد یه مدت طولانی براتون میخوام ویدیو بذارم. براتون یه عالمه ویدیو گرفته بودم ولی بعضی از قسمتاش توی گوشیم پاک شده، ولی با همون ویدیوهایی که داشتم براتون یه ولاگ کوتاهی درست کردم و گذاشتم. قول میدم از این به بعد بیشتر توی چنلم اکتیو باشم، براتون ولاگ بذارم. شما هم اگه هر کانتنتی یا موضوعی دوست دارین به هم تو قسمت کامنت ها بگین تا ازش براتون ویدیو درست کنم. با همسرم تصمیم گرفتیم بریم لاجوردنگر. میخواستم برای خودم با یکم پس اندازی که دارم یه گردنبند بگیرم، ولی به خاطر جنگ خیلی طلا گرون شده بود. به همین خاطر تصمیم گرفتم که چیزی نگیرم و همین پس اندازم و همینطوری که هست نگهش دارم. بازارم خیلی خلوته، به خاطر جنگ قیمت خیلی بالا رفته. طلا فروشی هم که رفتیم گفتن تا 4 ماه آینده قیمت طلا همینطور بالا میمونه و ما هم چیزی نگرفتیم و اومدیم بیرون. به جاش رفتیم یه کافی شاپ افغانی و شیریخ خوردیم. جا تو خالی خیلی خوشمزه بود. اینجا هم برفی و قفسش آوردم بیرون و باش بازی کردم. روزی 2-3 بار باید باش بازی کنیم، از قفس بیاریمش بیرون پرواز کنه، وگرنه تو قفسش حوصله‌اش سر میره، غذا نمیخوره و بهونه گیری میکنه. دیدم حوصله‌ام سر رفته، با میوه‌ای که توی یخچال داشتیم تصمیم گرفتم لواشک درست کنم. میوه‌اشو پوست گرفتم، گذاشتم پخت. وقتی غلیظ شد ریختم داخل میکسر و گذاشتم که خنک بشه. چون من توی آپارتمان زندگی میکنم، به خاطر همین دسترسی به آفتاب مستقیم ندارم. تصمیم گرفتم از روش جدیدی که روی آب جوش میذارن تا خوش بشه از اون روش استفاده کنم که تا 3 ساعت انجام دادم و خوش شد. خیلی هم عالی شد. فرداش تصمیم گرفتم برم بر خونه یکم خرید کنم. اینجا یه سوپرمارکتی های هستش که چند طبقه است، مثل یه پاساژ کوچیک میمونه. هر طبقه شما میتونین همه چیز پیدا کنین، مثل اسنک ها، خوراکی ها، لباس بچه، لباس بزرگسالان، همه چی میتونین پیدا کنین. نوشیدنی. رفتم اونجا هم یکم همه طبقاتشو دیدم و اینکه خریدم کردم برای خونه. اینجا ماه جون جولای خیلی بارش زیاده، به خاطر همین یادم افتاد که چتر توی خونه نداریم. گفتم حتما یه دونم چتر بر خونه بگیرم. یه سری ظرفای ادویه گرفتم. وسایل خونه قیمتش خیلی اینجا مناسبه. گفتم براتون فیلم بگیرم شما هم ببینین. طبقه همکف رو گذاشتن که خیلی بزرگتره، مخصوص ظروف خونه، پرده، بالش، وسایل خونه رو میفروشن و قیمتش هم خیلی مناسبه. رفتم دیدم خیلی صف شلوغه. گفتم برم طبقه بالا هم نگاه کنم. طبقه بالا هم لوازم آرایشی، لوازم کاشت ناخن، شمع، وسایل کتاب‌های بچه خیلی زیاده، خیلی متنوع است. گفتم از اینجا هم براتون فیلم بگیرم، چون صف خیلی شلوغ بود. تا اینکه یکم صف خلوت بشه گفتم طبقات بالا هم برم، چون طبقات بالا خیلی خلوت تر بود به نسبت. گفتم براتون فیلم بگیرم.
اومدم بیرون دیدم خوب شد که چتر خریدم، چون داشت سیل می اومد و ماه مونسون دیگه یواش یواش شروع شده. عصری بود که همسایمون اومد و ما رو برای جشن نامزدی دخترش دعوت کرد. ما هم رفتیم. یه عالم براتون ویدیو گرفته بودم که نمیدونم چرا از گوشیم پاک شده. خیلی خوش گذشت، جاتون خالی. اینا تنها ویدیو باقی مانده ای که براتون گذاشتم. روز بعدشم رفتیم بازار. همسر میخواست بر خودش لباس بگیره، براش لباس گرفتیم. هوا خیلی گرم بود. بعد از خرید رفتیم یه کافی شاپ، شیک و بستنی خوردیم. کافی شاپش خیلی تمیز بود. گفتن که آفرم دارن در طول هفته، به جز شنبه و یک شنبه 50% آف داشتن. وقتی هم برگشتیم خونه من نون خرمایی درست کردم. ممنونم از اینکه تا اینجا ولاگ منو تماشا کردین. ببخشید زیاد صحبت کردم. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.